الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله بسیار بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند خاتمه کار همه ما و شما را بخیر کند، ایمان هامون با سلامت نگه دارد و الله مهربان میل و خواهش و محبت ما و شما را به سوی دینش باز هم زیاد بگرداند. گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت، بیماری هامون الله مهربان شفای کامل نصیب گرداند و از الله مهربان خواهان او هستیم که از این نعمت آرامی و آسودگی همه ما و شما را خداوند برخوردار گرداند و الله مهربان دعا کنیم که خاتمه عمر ما و شما را به نیک و به خیر بگرداند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحال در پیش من یک چند سوال هایی که آوردن، به سوال های شما انشاءالله من جواب میگردانم و معذرت هم میخواهم که برای بنوار گرفتن و برای سوال های شما را جواب دادن برای من هر روز امکانیت نمی شود. شاید در دوام 3 روز، شاید در دوام 1 هفته برای من امکانیت یا وقت پیدا می شود که من با سوال های شما جواب می گردانم. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، جای خفگی نباشد، جای ملالی نباشد و الحمدلله میگیم خداوند سپاسگزاریم که امروز تلفن ها هم از خود من و از دیگر داملاها هم در خدمتند. بسیاری از سوال های شما را با طریق تلفنی هم جواب میگردونیم. از این لحاظ الحال هم که باشد من یک چند سوال هایی که در پیش دارم، اگر نفر ای را از من پرسیده باشد لیکن ممکن برای صدها نفر این سوال ها هم مهم باشند و جوابش هم میگیرند. سوال اولی که در پیش دارم آمده است که آیا آب را راست یا نشسته نوشیم؟ یعنی نوشیدن آب برادران عزیز و گرامی، آیا مقصد راستا نوشیم یا نشسته نوشیم؟ خلاص آیا در اطراف این من برای شما یک چند حدیث را میخوانم و در اخیر بعد خلاصش میگم که آیا راستا نوشیدن در کار یا نشسته نوشیدن در کار. حدیث هایی که اینجا جمع آوری شده است از حضرت عبدالله ابن عباس، حدیث متفق علیه، یعنی حدیثی که هم جناب امام بخاری و امام مسلم الله از ایشان راضی باشد در کتاب های معتبر خودشان آوردن که
حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. حضرت عبدالله ابن عباس میگه من آب را میگه در ظرفی که حضرت باید می نوشید آب زمزم میگه وقتی در شاید وای پیاله بود وای شاید کاسه بود در دست حضرت میگه وقتی که من آب ریختم در ظرف و حضرت وقتی که اراده نوشیدن کردن آب زمزم میگه راستا نوشیدن، یعنی در حالت راستا بودن و لیکن آب نوشیدن. خلاص برادر عزیز دیدین که در همین مردم تاجیک ما هم وقتی که حاجی های ما از حج می آمدن آب می آوردن مردم از جای خود بلند می شدن و آب زمزم می نوشیدن و می گفتن که فقط آب زمزم باید راستا نوشیم، یعنی باقی غیر آب زمزم باید نشسته نوشیم. گفته دلالت های مردم های پیشتر برای ما و شما بودن. خدا رحمتشون کند. اکنون مقصدشون اما احترام آب زمزم بود، احترام این معجزه الهی بود، یعنی با یک نیت های نیک با یک مقصد های نیک این کارها را میکردن. ولی در گویم برادرای عزیز آب زمزم ضرور نیست که ما راستا نوشیم، یعنی اگر من در حالت نشستم که آب زمزم نوشیدم و گناهگاری ندارد. این مقصد نوشیدن آب زمزم گویم یا دیگر آبها با طریق راست هم که آدم راستا هم که باشد اکنون این دلالت بر همون میکنه که راست هم که نوشید و یا مقصد ما حق گناهگار شدن نمیتونیم که و گویم گناهگار شدی تو. ولی من در مسئله این گپ زدم که آب زمزم راستا هم که نوشن چهره که حضرت نوشید، یعنی که اگر نشسته هم که نوشیم یعنی یگان جای ملامت و گناهگاریش نیست. یعنی این خیلی دلالت خاص نه آمده است که حتما آب زمزم باید راستا نوشیده شود، یعنی کسی اگر نشسته نوشید گناهگار می شود. این خیلی برادر عزیز دلیل و حجت و یا این خیلی فرموده از جانب صاحب شریعت ما نداریم. این یک حدیث. حدیث های دیگر هم النزال ابن سیرته رضی الله عنه قال آت علی رضی الله عنه باب رحبتی بماء فشرب قائما وقال وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاری. برادرای عزیز حضرت نزال ابن سیرته گفتن که نزد حضرت علی آمدم در شهر کوفه در یک موضعی که گویم در یک موضع بلندی از کوفه با علی ملاقات کردم. میگه بیما این فشرب قائم. حضرت میگه آب راستا نوشیدن. حضرت علی هم آب راستا نوشید. اینجا آبی زمزم نبودم، آبی مقرری. و گفت که من دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم پس کردم همچنانی که میبینید مرا. یعنی چگونه که من راستا نوشیدم آب را، من این را مقصد از پیامبر دیدم که حضرت راستا هم آب را می نوشیدن. برادرای عزیز اینجا حدیث ها هم در باب راستا نوشیدن هم در باب نشسته نوشیدن آمده ایستاده است. انشاءالله خلاصش رو میگیم. ان ابن عمر بچه حضرت عمر عبدالله رضی الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. حضرت
عبدالله بچه حضرت عمر میگد که بودیم که میخوردیم در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نمشی. حتی میگه همین راه در رفتن هم خورده خورده میرفتیم در زمانهایی که حیات پیامبرمون بود. حضرت زنده بودن، یعنی ما همراهشون بودیم. خیلی که امروز ها میبینیم که در خوردن در راه هست. بعضی آدم ها مقصد هر گونه طعام های زودپزی هست که انا در قدای راه در دستاشون در درون بلوچکا هست، در درون نان ها هست. مقصد خوراک های، یا یک سمبوسه یا یک پیروشکی های. خلاص از اینها میگه ما وقتی میخوردیم راه دا میرفتیم، رفتن راه گشته میخوردیم. و نشربو و نحن قیام. و در زمانهای حیات پیامبرم راستا می نوشیدیم که پیامبرم همراهمون بود. یعنی اینجا باز حدیث امام ترمذی است، اسنادش حسن و صحیح میگد. و اینجا دو چیز یکی آمد، یکی خوردن در قد راه و یعنی راه گشته میخوردیم و در حالت راستا می نوشیدیم. برادر عزیز، حدیث دیگر حضرت عامر ابن شعیب ان ابی ان جده. حضرت عامر ابن شعیب میگه من از پدرم، پدرش میگه از پدرم. خب یعنی از پدرش گفت و از باباش، یعنی با از پدرش حدیث میارد. رضی الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما و قائدا رواه الترمذي قال حدیث حسن صحیح. این حضرت گفت که من پیامبر گرامی را دیدم که گاه ها می نشستن می نوشیدن، گاه ها راستا می نوشیدن. اینها آن چیزی را که دیدن از پیامبر برای ما نقل کردیستند. حدیث دیگر از حضرت انسی که 10 سال در خاندان پیامبر خادم بودن، خدمتگار بودن، خوشا به حالشون. گفتن که رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم انه نهى ان یشرب الرجل قائما. حضرت انس میگد که من از پیامبر گرامی به شما میرسانم که حضرت نوشیدنی راستا را من میکرد، میگفت راستا ننوشین. این حدیث امام مسلمه. نهى ان یشرب الرجل قائما، نهی میکرد، باز میداشت، اجازت نمیداد. قال قتاده، جناب امام قتاده چی میگه؟ فقلنا لانس. حضرت انس که ما میدونیم که 10 سال در خاندان پیامبرمان خادم بودن، خدمتگار بودن، خوشا به حالشان، گفتن که انه، اشاره کردن به سوی پیامبرمان. چی اشاره کردن؟ گفتن نهى ان یشرب الرجل قائما. گفتن که پیامبر گرامی من میکرد، یعنی حضرت انس هم از حیات حضرت، از سخنهای پیغمبر نقل کیسته، میگه من میکرد که شما راستا ننوشین. قال قتاده، این صحابه پیامبر جناب قتاده، فقلنا لانس، بعد میگه من انس گفتم، حضرت انس پرسیدم فالاکل، گفتم مسئله خوردن چی؟ مثلا نوشیدنش فهمیدیم که حضرت من کرد، گفت ننوشین راستا. مسئله خوردن چی؟ راستا میخوریم. چون که پیشتر من حدیث خوندم که بچه حضرت عمر عبدالله گفت که زمانهای پیامبر ما راه رفته یعنی در راه خورده میرفتیم. میگه گفتم که در مسئله خوردن چی؟ ذالک اشر و اخبث. میگه ایره امام مسلم روایت میکنه، میگه گفت که
خوردن راستا یا در قد راه رفته خوردن، گفت این بسیار زیشت است و این بسیار بد است. یعنی هیچگاه شما در قد راه در پیش چشم مردم نخورید و راه گشته هم نخورید، در جا تا نشسته بخورید. حضرت انس جنابی حضرت قتاده را دیگر صحابه پیغمبر را گفت. خب و فی روایت له، در روایت دیگر با آمده است ان النبی صلی الله علیه و سلم زجر عن الشرب قائما. میگه در روایت دیگر آمده است که حضرت نهی کردن که هیچگاه راستا ننوشید. ایره امام مسلم در کتابش آورده. حضرت امام ابو هریره راوی حدیث دیگر که اخیران حدیث من برای شما میخوانم و امام مسلم میارد این حدیث هم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستقی. برادر عزیز ببینید اینجا در با خیلی مقصد باز با تأکید میگد که پیامبر گرامی گفتن که هیچ نفر از امت من راستا ننوشد. فمن نسیه فلیستقی. حضرت گفتن که مبادای فراموشتانه اگر راستا نوشید همون نوشیدگیش پس بگرداند. برادر عزیز ما دیدیم اینجا چند حدیث، من 1 2 3 4 5 6 7 حدیث خواندم. 7 حدیث خواندم. در همین 7 حدیث برادر عزیز ما دیدیم که در قسمتی از اینها نوشیدن راستا را از خود پیامبر نقل کردن، از حضرت علی نقل کردن و قسمت از حدیث ها که اینها هم حدیث های همه ترمذی و بخاری و مسلم هستند، قسمت حدیث ها من کردن که راستا ننوشید. اگه در خلاصه این حدیث برادرها از برای چی من بسیار تاکید میکنم که ما راستا از حدیث باید مسئله را بیرون نکنیم. اینها با خودش با متخصص دارن، یعنی این حدیث ها را جمع میکنن، خلاصه شو بعد میبرارن. در خلاصه اینا آمده است که یعنی هرگاهی که پیامبر راستا نوشید معنای این است که احیانا اگر یگان عذر شود، یگان سبب شود، یگان راستا نشستن امکانی نباشد، راستا هم که نوشید گناهی نداره. لیکن اگر امکانیت نشستن نوشیدن باشد، افضل و بهتر و خوبتر همینه که ما نشسته بنوشیم، نشسته خوراک بخوریم. این هم آداب هم دلالت مثال پیامبر منای، هم خلاصه همه حدیث همین است که ما افضل و بهتر و از روی آداب همین است که ما راستا بنوشیم، نشسته بنوشیم و نشسته خوراک بخوریم. اینجا در انشاءالله مقصد دیگر آداب هم به جامعه افضل هم همینه. این از درباره راستا نوشیدن یا نشسته نوشیدن. برای همین خلاصه همینه که برادرها امکانش باشد بشینید، ولی امکانش اگر نباشد ممکن یگان جایی است که یک قدی راه است تشنه میمانی، یا امکانی مثال یک جای نشستن نیست. در این حالت هم که اگر راستا هم خوردین یا راستا هم که نشستین، یعنی هیچ گناهی نداره برادران عزیز. یک حدیث دیگه در همین باب میخوانم، بعدا سوال دیگر را میگذاریم. اینجا در حضرت ابی قتاده
که حدیث امام ترمیزی است، اسنادش حسن و صحیح میگد، ان النبی صلی الله علیه وسلم قال ساقی القوم آخرهم یعنی شربا. برادر عزیز میگد پیامبرمان گفت که هر کسی که اگر ساقی باشد، ساقی به معنای که یعنی آب تقسیم میکند یا چای تقسیم میکند یا یکان نمود شربت تقسیم میکند، پیامبرمان گفتن که آدمی ساقی، آدمی چایکش، آدمی تقسیم کننده در اخیر خودش بنوشد. در ما همین عکسای دیدین که اول چایکش خودش میگیره یا تقسیم کننده هر یک شربت و آبی که نباشه اول خودش میگیره بعد مردم میته. انامین برادر عزیز موافق این حدیث کاری درست نیست. بعدا اگر ما پرسیم که اول مردم چای بته، اول مردم وقتی تقسیم میکنی، برای آدمی تقسیم کننده بسیار مسئولیت بلند ایده در اینجا، یعنی باید برای همه یک تقسیم کند و بگیم که باید نگاه کند در اونجا اگر 5 نفر باشد یا 10 نفر باشد کاری کند که همون آبی که در پیشش دارد، طعامی که در پیشش دارد، یعنی همین مسئولیت که بزیمش هست برای همه اونا برابر برسد، حتی برای خودش هم مثل همونها برابر برسد. زیرا حق یک آدم پایمال کردن یا یک آدم زیادتر دادن و حق یک کس کم کردن همش به ذمه همون آدمی هست که همین مسئولیت به گردن گرفته. برای همین ما اگر پرسن که چرا خودت میگیری، میگن که اول که خودش بنوشه که یگان اگر مقصد هلاکت فلاکت یگان زهر دارو نداشته باشه بعد دیگرها مقصد بنوشه. گفته اینجا دم اکم مقصد اگر یک طرف بگیری با یک گمانی نیک مقصد همین را نگاه میکنن، لیکن ای جانب دیگر اینه که مقصد هیچ وقت مسلمان در راست مسلمان باید گمانی بد نداشته باشد. یکی از بس که زمانه ها بسیار زمانه های بسیار پرشور و پیچیده است، دیگر باوری در مسلمان خودمان در یک دیگر ممکن نمانده است. ای دست مسلمان خودمان بر ضرر مسلمان خودمان هر کار شده ایستاده است. برای همین باوری ها و گویم همین اعتمادی ها دیگر از بین رفت است. ولی به هر حال باشد ما باید از موافق حدیث آگاهی داشته باشیم که کسی که تقسیم کننده باشد باید آخران نوشه یا حق همه را با همراهی حق خودش برابر تقسیم کند که این جوابگری دارد. سوال دیگر برادران عزیز آمده است. یک داملا گفت که گوشت حرام را بسم الله بگوی حلال می شود، خصوصا در روسیه. نه برادران عزیز، هر کسی ممکن اکو داملا هم نباشد. شاید اگر داملا میشید این گپ نمیزد که هیچ وقت حرام کرده خدا با کلمه بسم الله او حلال نمیشه. حرام خدا را اگر با بسم الله گفتی با گناهگار میشه. برای همین برادر عزیز و گرامی هر چیزی که حرام باشد، مقصد هر کسی حق یک آدم میگیرن برای تو میارن، یک مال یک آدم دزدیده میگیرن میارن، بعد تو بسم الله گفته و به همو سر کار بگیری، آیا از کجا برای تو حلال میشود؟ برای این گپ تماما اصل نداره برادر عزیز. خواه رسیه باشد خواه غیر رسیه باشد، با کلمه بسم الله حرام حلال نمیشود برادران. حرام چگونه ای که الله از ابتدا حرام گفت تا روز قیامت و حرام می رود، او را دیگه حلال کردن ده هیچ کس حق ندارد.